اون چی که در میان مفرق‌های لرستان حائز اهمیت فراوانی هستش، ابزار و ادوات مربوط به اسب و سوارکاری هستش. از این قدیمی‌تر هم ما نشانه‌های در لرستان داریم. سنگنگارهای باستانی همیان از جمله قدیمی‌ترین اسنادی هستند که پیشینه پرورش اسب رو در این دیار به نمایش می‌ذارند. افساری که بر دهن این اسب نصب شده نشون از اهلی کردن این حیوان در 3500 سال قبل از میلاد در این سرزمین میده. این علاقه که به اسبان ابا اجدادیه. هدف اصلی ما نگهداری این سرمایه ملی ایران هستش. 10 باشگاه در سطح استان مشغول فعالیت هستند. ما اسب تولید میکنیم، پرورش میدیم و تمرین میدیم. اسباب تولیدی این باشگاه استبلی پرورش هست برترین های کورس زیبایی و اصلاح نژاد ایران. در حال حاضر 200 سوارکار به صورت حرفه‌ای در لرستان فعالیت دارند. پر افتخارترین سوارکار استقامت ایرانم شناخته شدم و رکورددار استقامت ایرانم هستم. در زمینه کورس هم الحمدلله بچه‌هامون هر مسابقاتی که میرن همواره جزو برترینا میان. شاه بشر کامیار احمدی از لرستان سکاندار کورس ما هست.
This is the fruit of the Ficus racemosus, also called Audambara tree. And I want to explain it, the speciality of this fruit. In the flower stage itself, it has a particular wasp or some kind of a insect that lays its eggs, and then when the fruit develops, there will be a couple of worms inside. And this fruit is eaten by all kind of forest animals and birds, these ficus fruits, and they spread the seed all around. And for the birds, because it contains a worm or two inside, it's like a beautiful sandwich where there's some protein and then there's some carbohydrate and all that in the rest of the fruit, and it makes a perfect balanced meal for these birds and bats and all that. And this is the leaf of that Ficus racemosus. This is how you can make out. It's not that thick, it's more thin, unlike other ficus leaves. And that's a stem, the same Ficus racemosus. That's the fruit.